يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك. همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم با این مضمون نامه‌های به پادشاهان و فرمانروایان زمان خود مثل خسرو پادشاه فارس بود. امی ایران که فعلا مملکت از پادشاهش به نام خسرو یاد میشد. مقوقس پادشاه مصر بود. پادشاه حبشه، البته پادشاه حبشه دو تاست. یکی او حبشه است که پیامبر اسلام صحابه را روان کرد، اونی بلکه این شخص دیگری بود. حیفر و عیاض دو پسر جلندی که در عمان حکومت میکردند دوم نامه روان کرده. حوده ابن علی فرمانروای یمامه است، دوم نامه روان کرده. منذر ابن ساوی که در حجر بود دوم نامه روان کرده. حارث ابن ابی شمر غسانی که فرمانروای دمشق یا سوریه فیلیست دوم نامه روان کرده. پیغمبر علیه السلام به مختلف نقاط نامه ها را روان کرده. در این جمله اکثر پادشاهان نامه ها را یا احترام کرده یا قبول کرده، اما دو سه پادشاه ها قبول نکرد که یکی پادشاه فارس بود، یکی اینمی مقوقس بود و چیسته دیگه پادشاه حبشم دو وقت چی نکرد یا را قبول نکرده. دیگه منظور چیسته که پیغمبر علیه السلام برای از اینکه ملت جمع شود سر یک نقطه مشترک اختلاف از بین بره، اونمو چیزی که سبب اتفاق و اتحاد ملت میشه قایم باقی ماندن سر مفهوم و معنای لا اله الا الله که فقط عبادت حق الله متعال است. این را باید همگی بپذیره. در صحیح مسلم بر روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر هر جبار یعنی پادشاه نامه فرستاد و ایشان را به سوی کی دین الله جل جلاله دعوت نمود. این مسئولیت خود پیغمبر علیه السلام ادا کرده. و در روایت ابن عباس رضی الله عنهما وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ رضی الله عنه را به یمن فرستادند، به او فرمودند تو همانا نزد قومی از اهل کتاب خواهی رفت. پیش از او میری، پس اولین چیزی که آنها را با آن دعوت میدهی چیست؟ پرستش الله جل جلاله به یگانگی است. پس باید دانست که کلمه توحید کلید داخل شدن به اسلام است و بدون باور داشتن و نطق کردن آن انسان مسلمان شمرده نمی شود و اگر کار انجام دهد که کلمه توحید را نقض کند پس چنین شخص مشرک و از ملت اسلام خارج خواهد شد. چقدر موضوعات اساسی است که ملت ما باید به قطعش آشنا شود که کی انسان مسلمان میشه. از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است که معاذ بن جبل رضی الله عنه میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم برش فرمود اتدری ما یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد، آیا تو میدونی که حق الله بالای بنده ها چیست و ما حق العباد علی الله و حق بندگان بالای الله چیست؟ قال قلت الله و رسوله اعلم، ما گفتم که الله و رسولش خوب میدانه. اینجا یک نکته و فایده اضافه را من ذکر میکنم. صحابه کرام در کدام امور گفته که الله و رسوله اعلم؟ امور دو قسم است، یک امور تشریعی است، یک امور تکوینی است. در امور تکوینی صحابی نمیگه که الله و رسوله اعلم، بلکه میگه الله اعلم. چرا امور تکوینی را به انبیاء علیهم السلام نمیدانه تا که الله خبر نده. آیا باران سبا میشه یا نمیشه؟ این امر تکوینی است. و فلانی شخص اولاد پیدا میشه، اولادش میشه یا نمیشه، یا امور تکوینی است. فلانی آدم نکاح زن برای نکاح پیدا کرده میتونه یا نمیتونه، این امور تکوینی است که به کسی معلوم نیست. انبیاء علیهم السلام آگاهی نداره. از همون خاطر در این طور مواقع صحابه میگه که الله اعلم، الله خوب میدانه، اما در امور تشریعی پیغمبر میدانه. چرا الله متعال پیغمبر برای بیان تشریع روان کرده. از همون خاطر در اینجا حق الله بالای بنده یک امر تشریعی است. از این خاطر معاذ رضی الله میگه که الله و رسول الله عالم است. این بسیار نکته خیلی باریک است، در ذهنتان باشه که گفته الله و رسول الله عالم است. چرا اگر کسی سوال بکنه که الله رسول قطع الله برابر شده این علم، ما میگیم ده علم کلی علم نیست، این ده علم تشریعی است که الله پیغمبر خود خبر داده. از همون خاطر پیغمبر اسلام چی میگه؟ قال فإن حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. حق الله بالای بنده هایش است که عبادت الله یک الله را بکنه
و هیچ چیزی را شریک با امر الله نسازد. و حق العباد علی الله عز و جل الله یعذب من لا یشرک به شیئا، که الله عذاب نده کسی که شرک به امر الله نکرده باشه. مراد از عذاب ندادن در اول است، چی تا آخر است، که یعنی مکمل به طریق دوام عذاب نده. چرا اگر مؤمن باشه، عقیده توحید داشته باشه، گناهش اگر توبه نکرده باشه در مشیت الله قرار داره. اگر الله معاف نکرد مطابق گناهش در جهنم عذاب میبینه، اما آخر الامر چیست؟ پس در جنت میره. این حق است. سری الله خو حق نمی باشه، چرا که حق چیزی واجب و ثابت از جانب کسی دیگری بالای کسی است. سری الله خو کسی حق ثابت نمیتونه. این حق تفضلی یا احسانی میگه. الله خود وعده کرده که من اینی کاره اینی طور میکنم. این خودش بیان کرده که من اینی وعده الله متعال است. سری خود لازم کرده که من اینی کار حتمی کرده نیستم. در اینجا ترجمه را گفتم، پس وقت بنده گواهی دهد بر این که معبودی بر حق غیر از الله جل جلاله وجود ندارد، همانا بر باطل بودن سایر معبودهای ناحقی که غیر از الله سبحانه مورد عبادت قرار میگیرن اقرار و گواهی داده است، چنان که بر خود شاهدی داده است که هیچگاه غیر از الله جل جلاله عبادت نکرده و او تعالی را مخلصانه و حق گرانه میپرستد. زمانی که تو اقرار اعتراف کردی که حق عبادت برای الله است، خود به خود چیزایی که نعوذ بالله بنا حق عبادتش کرده میشه از او لازم میشه انکار، که او حق عبادت نداره. و این همان دینی است که الله جل جلاله آن را اسلام نامیده و به گراییدن آن دستور داده است که بعد ما اسلام را بپذیریم. هیچ نظام دیگری غیر از اسلام پیش الله متعال قابل قبول نیست. چنان که میفرماید الله متعال چی میفرماید؟ قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. بگوی پیغمبر علیه السلام به مردم بگو که من منع شدم. اصلا این در جواب سوال است. بعضی مشرکین گپ میزد خیر است یک روز خودتون قطما یک چیزی عبادت از زمین بوتای معبودای ما خب بکو. پیغمبر علیه السلام میگه عجیب است، این طور شده نمیتونه. این دینه چی نیست که تبدیل و تغییر دیش شوه. من منعش کرده شدم که عبادت بکنم. الذین امو معبودای را تدعون من دون الله، که شما آواز میده، شما وارد فریاد میکنی غیر از الله متعال در وقت حاجات و مشکلاتتان. کی لما جاءنی البینات من ربی. و این ترک کردن عبادت غیر الله را و معبودای شما را معموطور نیست که خشک بنابر کدام زد، بنابر کدام عناد امرای شما، بنابر دشمنی امرای شما وارد ترک کرده باشم، بلکه ترک عبادت معبودای باطل شما به خاطر دلیل و سند است که پیش شما آمده، بیانات آمده، دلیل واضح که و حق بندگی را نداره. اوی برالا گپ بود. بتای را که و پرستش میکردن حتی سخن گفته نمیتونست، حتی از خود یک دانه چی پشه و مگس هم رانده نمیتونست. عجیب گپ است. راست همونطور میگه و امرت ان اسلم لرب العالمین. من مأمور شدم که تسلیم به ذاتی باشم که کل مخلوقات تربیت میکنه، مالک و متصرفش است. این معبودایی که شما میگی چی؟ مالکی چیست؟ حتی مالکی از خود نیست که از خود دفاع بکنه. این بسیار دلیلی خیلی مستحکم است، خیلی زیاد. چرا؟ امید فعلا در معاشره ما و شما اگر اولیای کرام قبرایش مردم اینقدر تعظیم میکنه و اولیاء را در وقت مشکلات خود صدا میزنه و تو به کسی بگوی که من یار عبادت نمیکنم و صدا نمیزنم، چرا؟ من صدا به ذات میزنم که کلی کائنات در اختیارش است. و این کسایی را که شما صدا میزنی و از خودم دفاع نمیتونه. اگر یک قبر ولی را کسی بکنه ویران کنه شه، در بده شه، هیچ چیز او من نمیتونه. این سوال وارد میشه در بعضی جاها میتور گپا اگر میشه یک چیزی خساره به او تور آدم میرسه. اکثر خساره ها را جنیات میکنه، جنیات خساره میرسانه به خاطر که عقیده مردم سری او آدم سری امو قبر یا سری صاحب قبر پیدا شد که بله والا ای گپ یعنی قدر و قیمت داشت. و ای خو یک آیت دیگه میفرماد و ما امروا الا لیعبدوا الله. مامور نشدن اینمی اهل کتاب که فعلا دعوت برشان داده میشه به سوی توحید الله، یا مامور نشده بودن الا لیعبدوا الله، مگر که عبادت یک الله را بکنه. دی عبادت مخلصین له الدین، مراد از دین عبادت است یا دعا، این را خاص کرده باشه برای الله نه برای کسی دیگری. حنفا که مایل به سوی حق باشه، از هر نوع باطل مکمل ترک کرده باشه، یا مامور بودن.
و یقیم الصلاة، نماز درست انجام بده، ادا بکنه، با تمام شرایطش خشوع و خضوع هم برا لحاظ بکنه، و یؤتوا الزکات، بدهن زکات. و ذلک دین القیمه، اینمی دین درست و استوار، اینمی دین است. دین استوار اونیست که فقط در اونجا عبادت مخصوصی الله متعال میشه، عبادتی غیر الله نمیشه. پس او کسایی که نعوذ بالله شرک میکنه و کسایی که در حاجتها به غیر الله آواز میده، دین استوار نداره. نظر به شاهدی کتاب الله متعال، قرآن خودش شاهدی میده. این گپی کسی نیست، گپی یک عالم نیست، گپی یک انسان نیست. الله خود میفرمه که کسی که شرک با الله میاره، در حاجتها و در مشکلات خود به غیر الله آواز میده، یا سری دین استوار نیستند. دیگه جای چی میفرمه؟ فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. شما طلب کنی از الله متعال حاجاتتان، مشکلاتتان، عبادت یک الله را بکنی در حالی که کل دین خالص برای الله کرده باشه. اگرچه کفار خو بد میبینه. چرا کفار خوش نداره مسلمان ها موحد باشه، اتکا به یک الله داشته باشه، و میگن این مسلمان ها پراگنده باشه، حقیقت دینی خود بالکل جاهل باشه. مثل که آلی تلاش از یا به می خاطر است مراکزی که در اونجا شرک صورت میگیره، یا به طریق مستقیم یا غیر مستقیم اکمال میکنه و او را شایع کرده رایست. تلاش میکنه که همین مفکوره ها در بین توده های مردم موجود باشه. علتش است که و میفهمه که اگر یا یقینا دین الله را خالص برای الله بگردانه، خود تسلیم نظام الله بکنه، و این نظام الله وادار میسازه که مسلمانان دوستی با کفار نکنه، نرمی رقتی کفار نکنه، حتما دشمنی رای دشمنی رقتش پیش بگیره. و دیگه جای الله متعال چی میفرمه؟ قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی. بگوی پیغمبر علیه السلام اگر هستی در شک، اگر در تردد و شک هستی در مورد دینی ما، مراد از دین امون نظامی که من پیروی میکنم. پیغمبر علیه السلام برای مردم از طرف الله متعال مامور میشه که اعلان بکنه فلا اعبد الذین یعبدون من دون الله. یادتان باشه نظام من اینی طور نظام است که خالص است، معلومدار است، آشکار است. من عبادت نمی کنم امو معبودایی که مردم عبادت میکنه غیر از الله. خیر کی عبادت میکنه؟ هیچ انسان بدون عبادت نیست. ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم. من امو ذات را عبادت میکنم که شما را میمیرانه. عجیب است. پس ذاتی که شما این معبودایتان که گرفتی که سجده برش میکنی، نظر و نیاز میکنی، سالا برش خدمت میکنی، و الله ما که شما را میمیرانه، همین معبودای شما خو مقابله بکنه، همین شما را از مرگ نجات بده، یک چند روز خبرتان عمر داده بتونه داره. و امرت ان اکون من المؤمنین. من مأمور شدم که من خودم از جمله مؤمن، یعنی این برنامه اول خودم در این عقیده دارم و بعد از دیگران را دعوت میدم. و ان اقیم وجهک للدین حنیفا. من مأمور شدم که من روی خدا، مراد از روی ذات خدا قایم کنم للدین، برای دین حنیفا، در حالی که از هر نوع باطل، از هر نوع طاغوت اعراض کننده و مایل به سوی اسلام باشم، به حق باشم. ولا تکونن من المشرکین. من مأمور شدم، برای من فرمان داده شده که من از جمله مشرکین نشوم، هیچ کسی را با الله متعال شریک نسازم. ولا تدعو من دون الله. من مأمور شدم که برام فرمان داده شده که آواز نده، فریاد نکو به غیر از الله متعال، ما او معبودای را لا ینفعک ولا یضرک، که نه نفع میرسانه اگر سالا بر از عبادت بکنی، ولا یضرک ضرر هم برات رسانده نمیتونه اگر ترک کنیشانه. فین فعلت. ایرا میگه در تو را میگم دیوال تو بشنو. پیغمبری کار نمیکنه، اما امتی اگر این نمیتور کار میکنه که حقانیت الله معلوم است، وحدانیت الله معلوم است، حق بندگی الله معلوم است، اما تو به غیر الله میری، وقتی که الله پیغمبری خود تهدید میکنه که اگر توی کار کردی فانک اذا من الظالمین، تو از جمله مشرک میشی، ظالم میشی، آل ظالم خو الله سرنگون میکنه. پس وقتی این تهدید الله به پیغمبری خود میکنه، ما تو کیستیم؟ پیغمبر خوی کار نمیکنه اصلا. ما تو را میگه الله متعال که ای بنده، زمانی که حقانیت معبود بدن الله متعال ثابت میشه، پس چطور شده میتونه تو از راه دیگر پیش میشی و او را عبادت میکنی؟ اینجاست که خلاصه درس ما چند چیز برای ما آمد. لا اله الا الله یعنی معبود بر حق جز الله متعال نیست، دیگه کس نیست. یکتا پرستی یا توحید تحقق نمییابد مگر با دوری جستن و اجتناب نمودن از شرک. تا وقتی که شرک موجود باشه توحید جابجا نمیشه. سوم، هدف و غایه‌ای که به خاطر آن آفریده شدیم، الله ما را پیدا کرده، خلق کرده، چی است؟
همان عبادت کردن کیست؟ الله یکتا و بی همتاست. یک عبادت به الله بکنی. دیگه کسی که به جز الله تعالی چیزی دیگری را میپرست است کافر و مشرک است. این کلش از آیات ها استنباط شد. همه پیامبران علیهم السلام اقوامشان را به چی دعوت دادن؟ اول دعوتشان به یکتا پرستی و دوری جستن از شرک دعوت دادن. دیگه اساس دعوت پیامبر گرامی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی توحید بوده. در قدم اول قوم و خویشاوندان خویش را به آن دعوت دادن، همچنان به بادشاهان فرمانروان نامه فرستادند و ایشان را به عبادت الله سبحانه به یگانگی دعوت نمودند و یاران خود را دستور دادند تا اولین چیزی که مردم را به آن دعوت میدهد چیست؟ بگه توحید و یکتا پرستی است. از درس ما این نکته ها بود. توحید و یکتا پرستی حق الله متعال بر بندگان است، حقش است. کسی که الله متعال را به یگانگی نمی پرستد چون این شخص مسلمان شمردن نمی شود، هرچند ادعای مسلمانی هم میکنه. این گپا تنها گپا نبود، بلکه این در حقیقت معنا و مقاصدی چی بود؟ آیاتای قرآن کریم بود که برای ما بیان شد. پس وقتی معنای لا اله الا الله اینقدر اهمیت داره که فهمیده شود، چرا ما تلاش نکنیم معنای مفهوم زیرا نفهمیم؟ خود تاسف است که در دیار ما علمای ما گاهی هم همین مردم بیچاره و مظلومه این معنا و مقصد بیان نکرده. الله متعال توفیق بده که ما شما همه این کتاب عام بسازیم، در دسترس کلگی قرار بدیم که بدانن که لا اله الا الله چی مطلب داره. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. أيا